درود دوستان، پیشنهاد می شود روزنامه نوبتی سرودی سال 2025 و مهمان ما همیشه سرودهایش به خود خاص صدا می دهد. گاهی به مثل طبیعتش آرام و گاهی به مثل محبتی در قلبش بوده جوش و خروش دارد. ولی نوابسته از آن که چگونه صدا می دهد حتما سرودهایش را دوست می داریم. بانوی قشنگ، سراینده خاصه شبنمی تاجیدی. کلان از محیط دیگر دوباره براتون درود میفرستیم و خوش آمدید میگوییم شما را. تشکر زیاد. بیاید از آن سر کنیم که شما بسیار هم یک بانوی آرام طبیعت می نمایید، ولی خوشبختانه ایجادیات در سال گذشته این گونه نبود، بلکه در عین جوش و خروش بود. سرودهای نو ایجاد کردید، همچنین سرودهایی بود که بازخوانی کردید. ولی درباره همین سرودها بگویید. مثلا همون سرودی که دارید که هر یک سطرش به خود یک معنای خاصه دارد با نام عشق. عشق سبیل مانده یک سروده شد که در سال 2025 گویم باز هم یک موفقیت زیاد برای من داد و شکرانه مخلصان و شکرانه وطن تینج آرام که امروز در تمام شبکه‌ها فعال هستند، زنها و مردها. بله. و در یک مدت کوتاه در شبکه اجتماعی تیک تاک و اینستاگرام تمام جا را پخش کرد این سرود و بر زودی با میلیون شنونده آواز گرفت. شاید از روی باشد که زنهای ما بسیارتر عاشقند. بله، همین چیز یعنی محبت داشتن، همیشه عاشق بودن، مگر سراینده را موفق میکند به فکر شما؟ سراینده اگر عاشق باشد، بله، فکر میکنم همیشه عاشق هستم. عاشق زندگی، عاشق فرزند، عاشق کسب خود، عاشق روزگاری که آسوده باشد. عاشق بودن در همه حالت هر خیل است. بیاید همان سرودی که زمان در جشنواره سرودی سال بسیار هم آوازی خوب گرفته بود، بسیار هم موفق شده بود، با نام مبادا مبادا زمزمه کنید برای من. 2013 12 الکی این سرود تولید شد. من در شهر پکین بودم و همیشه به یک طرف خانه می در آمدم، آذربایجان بودم. هر روزی که من در آنجا بودم همین سرود در اونجا با زبانی آذربایجانی سراییده میشد، از جانب مرد بود. من دعوت کردم از صاحب طرف خونه که همین سروده با من به فلشکه پرت من گوش کنم. اونها با من دادند و من آمدم به تاجیکستان. بسیار سراییدن همین هنرمند برای من در دل من جا گرفته. خیلی ما تکمیل دادیم آرانژировکای نوقتی و سراییدم. کلیپ نداشت. من الکی دخترچه دار باید می شدم و با سرودی سال رفتن نتوانستم و زنگ زدن با من گفتن که سرودی سال تو اشتراک باید کنی، اقلا آمده جایزه تگیر. من نمیتونستم رفته و با کدام سرود گفتم با همین سرودی مبادا. و تا حال که من در کدام محفل نباشم حتما از من پرسان میکنن که التماس همین سرود رو برای ما سرایید. ما نیز همین چیز رو از شما طلب میکنیم امروز. همین سرود رو سرایید. مبادا مبادا شبی که نباشی، شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغ هم دیگر نگیرن، نفس نفس تمام شوم، اسیر دستشان شوم. برای بودنی من تو باید
بمانی چو سایه ها به پشت دیوار مبادا 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 مبادا. طول 23 سال است که روی صحنه هستید خوشبختانه، ولی در این فرصت تنفس ها بودند و چه خیلی گفتیم ایجادیاتتان در عین جوش و خروش هم بود و جایی گفتید که رشد کردم. این از چی سبب باشد؟ یگان کس راهنمایی کرد و یا خود این انتخاب خودتان بود یا این طلبی دور و طلبی مخلصان بود؟ من فکر میکنم که سراینده اصیل، سراینده که در دل مخلصا سالهای سال جای داشته باشد هیچ وقت باید راه افتاده نشود از زندگی. در زندگی هر یک چیز آماده رفت خود را دارد و تنفس کردن من این سبب خود را داشت برای فرزندانم بود و من هیچ وقت از کسب خود برکنار نبودم و همیشه در ایجادیات بودم در خانه و با دیگر هنرمندای من آهنگ میکردم و با آنها میدادم که آنها اقلا سرایند. خود نیز سراییده نمیتونستم، دیگرها از من سراییده. کم کم دست به آهنگسازی هم میزنم. و اسباب موسیقی را چی نواختید؟ اسباب موسیقی تنها پیانین کم کم مینوازم. سپاس. و بسیار در کاخ باربد کنسرت ها برگزار کرده اید و هر وقتی که شما درباره برگزاری کنسرت حرف میزنید میگویید که بگذار تنها در کاخ باربد باشد چون آنجا مخلصان زیاد امکان دارند که بیایند و سرود سال خوشبختانه امسال در محض در همینجا برگزار میگردد. یعنی در کاخ باربد چی انتظاری ها هست؟ وقتی که گفتن که شما در کاخ باربد اشتراک میکنید، در سرود سال اشتراک میکنید، بسیار من البته خرسند شدم و هر سال که من اشتراک میکنم در سرود سال این موفقیت من، موفقیت تمام مخلصان هموطنان عزیز است که انتخاب میکنن هنرمند خود را و منم از کمیته تلویزیون و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خیلی منتدار هستم که مرا انتخاب کردند و باز هم یک خرسندی امروز برای ما هنرمندان شد که در کاخ باربد گفتن. من با تمام هستی بسیار خرسند شدم. کدام سرود را پیشنهاد کرده؟ امسال در سال 2025 بسیار سرودای نو من یک 5-6 سرود نو ایجاد کردم و همه اون به قول زبان خیت میگن خیت شد و همون روز 24 من فکر میکنم بعد پیشکشی مخلصان میکردم. حتما. و چون روزهای خیلی باشمار مونده است تا برگزاری این کنسرت شما میتوانید دعوت کنید مخلصان خود را. و این سرود سال یکی از یک برنامه های است که این تنها من فکر میکنم سرانده موفق در اینجا اشتراک کرده میتواند و این افتخار هر یک هنرمند است که ما امروز در وطن آباد و تنج زندگانی میکنیم و میتوانیم در انمقل چاره‌بینی های فرهنگی دولتی اشتراک کنیم. همه شما مخلصان عزیز را روز 24 سنه 24 در کاخ باربد که چاره‌بینی سرود سال است، من شما را نیز انتظار هستم. تشکر. و شبنم درباره شما تا اینکه بسیارتر دانیم و از عالم شما آگاه یابیم بیاید این برنامه خوب را با یک بازی جمع بست کنیم. من به شما جمله های ناپوره میگویم و شما آن را از طعم و ذوق خود پوره سازید. برای شما موسیقی؟ برای من موسیقی این یک روح مرا بالیده گردانیدن است. صحنه شما را؟ صحنه مرا موفق گردانید. شنونده حقیقی؟ شنونده حقیقی همیشه باید که در پای جستجوی انمون هنرمندی دوست داشتهاش باشد و سرودهای او را همیشه تا ابد گوش کند. وقتی خسته میشوید؟ وقتی خسته میشوم تنها با دخترچم وقتی خود را میگذارم و با او یک روح خود را بالیده میگردانم. شبنم اگر سراینده نمیشد؟ طبیب میشدم. سرودی دوست داشتهتان؟ از خودم باشد. بگذار که از خودم باشد. سرودای من بسیارش خودم دوست می‌دارم. لیکن از همین سال 2025 سرود ای عشق سبیل مانده بسیارتر به من پسند است. سراینده حقیقی یعنی؟ سراینده حقیقی باشد که همیشه در جستجوی کار ایجادی نو باشد و با مخلصان باشد. آرزوی شما امروز؟ آرزوی من همچون فرد یک دولتی صاحب استقلال، همچون یک فرزند این ملت همیشه آرزو میکنم که تنجی و آسوده باشد این وطن. همیشه ما جوانان، فرزندان ما و ملت ما
همیشه آباد و تنج باشند مثل همین روزا. تشکر و ما نیز همین آرزو را داریم که شما همیشه هم خیلی زیبا مانید و هم خیلی ایجادیات زیبا داشته باشید. سلامت باشید. سپاس. تا آغاز جشنواره پرشکوه سرود سال 2025 روزهای خیلی باشمار ماند عزیزان و این امکانیتی خوب است تا اینکه باز هم از نزدیک ببینید ایجادکار دوست داشته خود را و آن سرودهای بهترینی که در این روی خط هستند بشنوید. ما شما را انتظاریم سنه 24 ینور در کاخ باربد ساعت 16:30. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرودی سال 2025 24 ینور ساعت 16:30 در کاخ باربد. چیپتاها را آنلاین از سامانه تیکیتون نقطه تیجی دسترس نمایید. سرپرستی کو شرکت وطنی ارویس.